در وضعیت به عمل آمده وظیفه مهمترین شما خدمتچیان حربی قوای مسلح این است که همیشه هوشیار و زیرک و به وطن، دولت و ملت خود صادق باشید. انتظام آهنین، روح متین، اراده قوی و عزم قطعی داشته باشید. شما هرگز فراموش نکنید که خدمت صادقانه و وطن دوستانه و جسارت و دلیری شما از جانب دولت و حکومت و مردم تاجیکستان همیشه و به طور شایسته قدردانی کرده می شوند. قواهای مسلح ما یعنی فرزندان جسور و دلیر مردم تاجیک در طول 30 سال صاحب استقلالی نه یک بار دو بار وظیفه های خدمتی و قرض فرزندی خود را در نزد وطن، دولت و خلق تاجیک جوان مردانه و سربلندانه اجرا کرده.